سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای ساعت 7 شب از یک خوش آمدید. سرانجام توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل پس از 15 ماه در غزه اعلام شد و قرار است از یک شنبه هفته آینده اجرا شود. این آتش بس با میانجیگری مصر، قطر و امریکا انجام شده است. پس از 446 روز جنگ، کشتار، ویرانی و آوارگی، آفتاب در نوار غزه همانند آرزوهای شهروندان برای آرامش و امید که 15 ماه شاهد بمباران از سوی اسرائیل بودند طلوع می کند. به باور فلسطینی ها، اسرائیل در طول سالهای متمادی سرزمینشان را اشغال کرده و آنها به منظور دفاع از خاکشان به مبارزه تا آخرین نفس ادامه خواهند داد. به ادامه درگیری ها در نوار غزه و پس از حمله معروف به طوفان الاقصی در 7 اکتبر از سوی حماس به اسرائیل، جنگ در غزه شدت گرفت و اسرائیل حمله هوایی و زمینی را در این باریکه آغاز کرد. اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. جنگ ما تا نابودی حماس ادامه خواهد داشت. تلاش اما برای گفتگو و تأمین آتش بس از سوی کشورهای گوناگون آغاز شد و دو طرف پس از درگیری‌های زیاد به تبادله شماری از اسیران تن دادند. تعدادی از گروگان‌ها هم در حمله‌های اسرائیل کشته شدند. نیروهای اسرائیلی وارد خاک غزه شدند و در حمله‌های ارتش آن کشور بیشتر زنان و کودکان جان باختند. اسرائیل در یکی از حمله‌هایش مغز متفکر حمله به آن کشور را ترور کرد. یحیی ابو ابراهیم السنوار در جنگ رو در رو با نیروهای هوایی و زمینی اسرائیل جان باخت. لكن احنا مضطرين ان ندافع عن شعبنا بالوسائل المتاحه لدينا. هذا ما هو متاح لدينا. ماذا نستطيع ان نفعل؟ اسرائیل اما در آستانه بررسی طرح آتش بس و اعلامیه رسمی در این مورد است. تلاش ها برای آتش بس شدت گرفت و جو بایدن در آخرین روزهای ریاست جمهوریش جهت امتیازگیری به دولت زیر اداره اش به تأمین آتش بس تلاش بیشتر کرد. سرانجام توافق بر سر طرح آتش بس میان اسرائیل و حماس صورت گرفت. توافق آتش بس به کل جهان نشان داد که دولت من به دنبال صلح و مذاکره برای تضمین امنیت همه آمریکایی ها و متحدان ما خواهد بود. در طرح این آتش بس که قرار است روز یکشنبه هفته جاری اجرایی شود، بخش اول آتش بس شامل 6 هفته یا 42 روز می شود. نیروهای اسرائیلی نوار غزه را ترک می کنند. حماس 33 اسرائیلی را آزاد می کند و اسرائیل هم شماری از زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد. این طرح شامل فاز دوم و سوم نیز می شود که جزئیات آن تا اکنون همگانی نشده است. ده تن با تجمع در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان از آتش بس میان حماس و اسرائیل ابراز خرسندی کردند. آنان این آتش بس را گام مهم برای دستیابی به صلح در منطقه دانستند. رئیسان جمهور ایران و تاجیکستان در مذاکرات دوجانبه ضمن بررسی طرح‌ها و پروژه‌های مشترک دو کشور درباره افغانستان با هم گفتگو کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد مسئله منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند و بر همکاری در زمینه‌های مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. آقای پزشکیان افغانستان را کشور مهم در همسایگیشان عنوان کرد و رشد و ثبات این کشور را همسو با منافع ایران دانسته و بر اهمیت حفظ امنیت مرزها تأکید کرد. پایان خبرهای 7 شب از یک. وقت بخیر. خدا نگهدار.